به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی بسیار زیبا شروع میکنم. کتاب به بلندای فکرت پرواز خواهی کرد. شما عظیمتر از آنی هستید که می اندیشید. نویسنده مسعود لعل هستش و چاپ 23 این کتاب در اختیار منه. داستان‌های تکان دهنده درباره قانون جذب و قدرت فکر. در چشم کسانی که پرواز را باور ندارند، هرچه بیشتر اوج بگیری، کوچکتر خواهی شد. اما نوشته‌ای در پشت جلد این کتاب هستش. برای شما میخونم و سپس مشخصات و کتاب رو شروع میکنم. آورده‌اند که نجاری هنگام ساختن یک صندلی که به یکی از قضات متعلق بود اهتمام زیادی میکرد و در استحکام آن سعی بسیاری داشت. کسی به او گفت این اندازه دقت و موشکافی برای چیست؟ گفت برای اینکه میخواهم روزی بر آن بنشینم. عاقبت نیز چنین شد، چه آنکه نجار مزبور شروع به خواندن و مطالعه علم حقوق کرد و پس از مدتی به منصب قضاوت رسید. چاپ اول این کتاب توسط نشر بهار سبز در سال 1386 در تهران چاپ شده. چاپ دومش در فروردین 1387 توسط نشر پیپپا چاپ شده و چاپ سومش تیر ماه 1387 بوده. موضوع این کتاب در زمینه موفقیت و جنبه‌های روانشناسی و کلمات قصار و راه و رسم زندگی هستش. یا ودود. الهی سپاس بی منتها مرد تو راست که برای 5مین بار این موهبت را نصیبمان فرمودی که به نوعی دیگر بشارت و اشارت شما در سوره نحل آیه 12 را به همدلان سبزاندیشمان متذکر شویم و اصرار بورزیم که شما عظیمتر از آنی هستید که می اندیشید. الهی در مسیر سبز این باور یاریمان فرما. آمین. مژگان اساری. اهدای کتاب شیوهی پسندیده برای گسترش دانش است و جمله بسیار قابل تأملی است. این کتاب شامل 7 فصل هستش که فکر میکنم روی هم دیگه 100 داستان کوتاه داره که تا هر جا که فرصت شد برای شما میخونم. ابتدا مقدمه این کتاب رو شروع میکنم با جمله‌ای که در ابتدای مقدمه نوشته شده. هر اندازه علم پیشرفت کند، انسان نمیتواند قدم به کره ماه بگذارد. دکتر لی دوفرس، پدر رادیو، 25 فوریه 1967. سالها پیش اسقفی بزرگ مهمان رئیس یک مدرسه کوچک مذهبی در سواحل غربی ایالات متحده بود. رئیس مدرسه تمامی دانش آموزان را برای شام دعوت نمود تا در محضر آن اسقف از تجربیات و دانش او بهره مند شوند. پس از صرف شام مسائل مختلف مورد گفتگو قرار گرفت و بحث تا مسائل مربوط به هزاره سوم پیش رفت. اسقف معتقد بود از آنجا که بشر به تمامی اکتشافات و اختراعات ممکن دست یافته است، تجسم اوضاع هزاره سوم خیلی هم دور از ذهن نیست. اما رئیس مدرسه ضمن رد مؤدبانه اظهار نظر اسقف گفت بشر تازه در آستانه درخشندگی کشفیات و اختراعات جدید قرار گرفته است. اگر می توانید یک نمونه‌اش را مثال بزنید. ظرف کمتر از 50 سال آینده بشر موفق به پرواز خواهد شد. با شنیدن این حرف اسقف خندید و با تعجب داد کشید. مزخرف است دوست من، مزخرف. اگر اراده خداوند بر پرواز کردن بشر بود، برای او 2 بال در نظر می گرفت. خداوند پرواز را فقط برای پرندگان و فرشتگان در نظر گرفته است.
نام آن رئیس مدرسه رایت بود و 2 پسر به نامهای ویلبر و اوروویل داشت که اولین هواپیما را اختراع کردند. و خداوند انسان را آفرید و او را به مدد نیروی خلاقیت و اندیشه‌ای که در وی به امانت نهاد اشرف مخلوقاتش قرار داد. نیرویی که یگانه وسیله تمایز انسان از دیگر مخلوقات گردید و همچنین عامل تفکیک و تفریق میان انسانها نیز شده است. باورهای محدود انسانهایی بسته و محدود و باورهای بزرگ انسانهایی بزرگ به وجود می آورد. عظمت انسان حاصل عظمت فکر اوست. و حال آسمان زندگی در برابر ما گسترانیده شده و خدا بالهایی برای تسخیر آن به ما داده است. اما ما به بلندای فکرمان پرواز خواهیم کرد و آن مقدار قادر به صعود هستیم که فکر می‌کنیم می‌توانیم اعتماد به نفس و لیاقتش را داریم. سهم ما از این آبی بی نهایت را نه تقدیرمان که رویاها و بلند پروازی هایمان مشخص می کند. زیرا کیفیت زندگی هر کس را باورهایی که او در سر می پروراند تعیین می کند. برای بودن در اوج باید رویاهای پرواز را در سر داشت. این کتاب 5مین جلد از مجموعه کتاب‌های شما عظیمتر از آنی هستید که می اندیشید می باشد. شما عظیمتر از آنی هستید که می اندیشید. بهشت یا جهنم انتخاب با شماست. مشکلات را شکلات کنید. جانب عشق عزیز است، فرو مگذارش. استقبال و الطاف خالصانه شما عزیزان ما را بران داشت که نوشتن و چاپ این سری کتاب‌ها را ادامه دهیم. همانند جلدهای قبلی در این کتاب نیز به وسیله ابزار تمثیل و داستان الهام بخش ترین اصول زندگی و موفقیت را به شما عزیزان تقدیم می کنم. علاوه بر این برای ایجاد تفاوت و انتقال بهتر مطالب از عکس‌های متناسب با فضای داستان‌ها و جملات نیز بهره بردم. امیدوارم آنچه در این جلد و کتاب‌های بعدی به شما عزیزان عرضه می شود همانند گذشته مورد استقبال و توجه شما خوانندگان عزیز و محترم قرار گیرد. بشنوید ای دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماست آن. مسعود لعل، مشهد، خرداد 1386. اما در مورد آقای مسعود لعلی، در اصل درستش لعلی هستش، ایشون کارشناس ارشد رشته روانشناسی بالینی هستند. نویسنده نزدیک به 50 جلد کتاب پرفروش در زمینه مهارت‌های زندگی، روانشناسی مثبت‌نگر، رشد درونی و اصول موفقیت با تیراژ تقریبی 2 میلیون نسخه. بنیانگذار سبک کتاب‌های قصه درمانی و تمثیل درمانگری در ایران. وجود بالغ بر 2000 داستان و تمثیل الهام بخش و قابل تأمل. 50 جلد کتاب فوق الذکر را تبدیل به بزرگترین و کاملترین مرجع قصه‌ای روانشناختی دنیا کرده است. مدیر مسئول انتشارات مهارت‌های زندگی، سخنران انگیزشی و برگزار کننده کارگاه‌های آموزشی در زمینه مهارت‌های زندگی، مدیریت روحیه و موفقیت. خب با هم دیگه میریم که داستان این کتاب رو شروع کنیم. فقط رویای کسانی برآورده می شود که رویا دارند. قدرت ایمان و باور. چوبید بر سر ایمان خیش می لرزم. حضرت حافظ جان. اما اولین داستان از قدرت ایمان و باور رو به اسم همه چیز به باورهایتان بستگی دارد رو شروع می کنم. با من همراه باشید. عقایدتان بر رفتارهایتان تاثیر می گذارند.
پس اگر از زندگیتان راضی نیستید و احساس می‌کنید به آنچه می‌خواهید دست نیافته‌اید، باید باورهای خود را تغییر دهید. فقط غیر ممکن است. سالها قبل برای مشاهده تأثیر قدرت فکر و باور بر انسان آزمایشی روی تعدادی از زندانیان داوطلب انجام شد. در این آزمایش نخست چاقوی چوبی را روی پشت زندانی‌ها کشیدند. زندانیان نمی‌دانستند که جنس چاقو از چوب است و برنده نیست. سپس مایعی به رنگ خون بر پشت آنها ریختند و زندانی‌ها تصور کردند که خون از جراحت آنها روان شده است. بسیاری از آنها از هوش رفتند. به تازگی تحقیق مهمی در زمینه بیماری‌های شیزوفرنی انجام شده است. یکی از موضوعات مورد بررسی زنی بود که شخصیت دوگانه داشت. قند خون وی در حال عادی طبیعی بود، ولی پس از اینکه معتقد شد دارای بیماری قند است، کلیه مشخصات بیماران دیابتی را پیدا کرد و عقیده او به صورت واقعیت درآمد. مورد مشابه دیگری که بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است این است که یخ را با بدن شخص در حال خواب مغناطیسی آشنا کرده و با قدرت تلقین آن را فلز گداخته وانمود ساختند و همیشه در محل تماس یخ تاول و آثار سوختگی مشاهده شده است. نکته این که فردی که هیپنوتیزم می شود هیچ گونه اراده و اختیاری از خود ندارد و مستقیما بر اساس القاءات فرد هیپنوتیزم کننده عمل می کند. اما آیا می دانستید همه ما انسان‌ها در تمام طول زندگی خود در حالت هیپنوتیزم شدگی قرار داریم؟ نیرویی وجود دارد که همیشه ما از او دستور می گیریم و بر اساس فرمانهای او زندگی می کنیم. این نیروست که به ما می گوید کجا برویم و چه کار بکنیم. بله، هر انسانی توسط نیروی باور و اندیشه‌های هیپنوتیزم شده است. اندیشه‌هایش هیپنوتیزم شده است و در واقع اعتقادات و افکار ماست که با تسلط بر ما در رشته زندگی ما را به دست گرفتند. این حقیقت شاید تصویری ناامید کننده از آزادی انسانی ما به نمایش بگذارد، اما حقیقت الهام بخش این است که ما در انتخاب نوع باور و اندیشه های خود آزادیم و ما هستیم که تعیین می‌کنیم چه افکار و پندارهایی را به فرماندهی خود برگزینیم. پس اندیشه هایی را انتخاب کنیم که در میدان نبرد زندگی ما را به جلو و پیشروی تشویق کند، نه باورهایی که مدام در گوش ما شک و ترس را زمزمه می کند، به صورتی که دلهره، تردید و محدودیت و شکست تمام آن چیزی باشد که در کارزار زندگی تجربه کنیم. زیرا فرجام هر ترسی شکست است. همیشه گفتم شک همیشه و همه جا مقدمه شکست است. اگر باور ندارید قلمی بردارید و بنویسید شکست. حتی برای نوشتن شکست نیز باید با شک آغاز کنید. مصرف دارو همیشه لازم نیست، اما ایمان به مؤثر بودن معالجه همیشه لازم است. اسم داستان بعدی اکسیژن هستش. شما آنچه را که می‌بینید باور نمی‌کنید، بلکه آن چیزی را می‌بینید که قبلاً به عنوان یک باور انتخاب کردید. برایان تریسی. مردی شبی را در خانه روستایی می‌گذراند و پنجره‌های اتاق باز نمی‌شد. نیمه شب احساس خفقان کرد و در تاریکی به سوی پنجره رفت. نمی‌توانست آن را باز کند. با مشت به شیشه پنجره کوبید و هجوم هوای تازه را احساس کرد و سراسر شب را راحت خوابید. صبح روز بعد فهمید که شیشه کتابخانه را شکسته است و همه شب پنجره بسته بوده است. او فقط با فکر اکسیژن لازم را به خود رسانده بود. اسکاول شین. اما اسم داستان بعدی هستش که از خیالی عاقلی مجنون شود. هر اندیشه‌ای که از ذهن می‌گذرد و هر سخنی که بر زبان می‌آورید تک تک سلول‌های بدنتان به آنها پاسخ می‌دهند. لوئیس هی. در زمانهای قدیم
مکتبی بود که کودکان در آن درس می‌خواندند. این مکتب استادی داشت، بد اخلاق و سختگیر. کودکی نبود که از دست استاد بد اخلاق دل پرخونی نداشته باشد. کودکان همواره آرزو داشتند که استادشان حداقل یک بار بیمار شود و چند روزی در مکتب را ببندد و آنها را تعطیل کند. اما استاد بسیار قوی بود و سالم و سرحال و هیچ وقت بیمار نمی‌شد. یک روز کودکان دور هم جمع شدند و با هم مشورت کردند که چه بکنند و چه نکنند تا برای مدتی هرچند کوتاه از دست استاد بد اخلاق راحت و آسوده خاطر شوند. کودکان مکتبی از استاد رنج دیدند، از ملال و اجتهاد مشورت کردند در تعویق کار تا معلم در فتد در اضطرار. یکی از کودکان که بسیار زیرک و باهوش بود تدبیری اندیشید. سر در گوش یارانش برد و گفت نقشه‌ای دارم که می توانیم با اجرای آن برای مدتی از دست استادمان آسوده شویم. فردا من پیش از همه به مکتب می روم. وقتی وارد شدم با تعجب به استاد نگاه می کنم و می گویم استاد خدا بد ندهد چرا رنگتان پریده است؟ خیر باشد، رنگ تو بر جای نیست، این اثر یا از هوا یا از طبع است. کودک باهوش رو کرد به یکی از دوستانش و گفت وقتی من چنین بگویم حتما استاد به فکر فرو می رود. آن وقت نوبت توست که چون درآیی از در مکتب بگو خیر باشد استاد احوال تو. وقتی نفر دوم هم چنین بگوید استاد بیشتر در فکر فرو می رود و فکر می کند که واقعا کسالتی دارد و خود نمی داند. بعد نفر سوم است که از در مکتب وارد شود و آن خیالش اندکی افسون شود که از خیالی عاقلی مجنون شود. روز بعد کودکان در بیرون از مکتب همدیگر را دیدند و حرفهایشان را با هم هماهنگ کردند و به طرف مکتب راه افتادند. پیش از همه کودک باهوش که نقشه را کشیده بود وارد شد. او درآمد گفت استادا سلام، خیر باشد رنگ و رویت زردفام. گفت استاد نیست رنجی مرا، تو برو بنشین مگو یاوه هلا. استاد با آنکه حالش کاملا خوب و خوش بود اما از شنیدن حرف کودک باهوش به حیرت افتاد و شکی در دلش پیدا شد که نکند من واقعا بیمار باشم و خبر نداشته باشم. ولی بعد به خود نهیب زد که ای مرد به حرف کودک خرد روحیه خود را میبازی. اما اندر آمد دیگری گفت این چنین، اندکی آن وهم افسون شد بدین. نفر سوم و چهارم سیوم نیز یک به یک آمدند و همان حرف را تکرار کردند. استاد دیگر یقین کرد که بیمار است و خود نمیداند. همچنین تا وهم او قدرت گرفت ماندن در خیال خود بس در شگفت. استاد با خود گفت گیرم کودک اول و دوم اشتباه کرده باشند ولی 30 کودک که اشتباه نمی کنند. من حتما بیماری دارم. بس دستور داد تا کودکان به خانه بازگردند و خود نیز به خانه رفت تا استراحت کند. استاد به سوی خانه اش روان شده در حالی که چند تن از کودکان به دنبالش می رفتند و مثلا مواظبش بودند که ناگهان زمین نخورد. او ناراحت و چهره برافروخته به در خانه رسید و در دل می گفت عجب زن بی‌وفایی دارم، اصلا به فکر من نیست. او چرا امروز صبح با این حال خراب مرا به مکتب فرستاده است؟ خشمگین با زن که مهر اوست من بدین حالم نپرسید و نجست. خود مرا آگه نکرد از رنگ من، قصد دارد تا رهد از ننگ من. زن استاد با دیدن او با تعجب به همسرش نگریست. گفت زن خیر است چون زود آمدی، کی مبادا زاد نیک را بدی. استاد نگاهی با غیظ به زنش انداخت و گفت کوری رنگ و حال من ببین، از غم بیگانگان اندر تنین. زن استاد با تعجب ابروهایش را بالا انداخت و گفت به حق چیزهای ناشنیده، تو و بیماری، تو کجایت بیمار است؟ استاد خشمگین تر شد و رو کرد به زنش و پرسید تو از کجا میدانی که من بیمار نیستم؟ من میگویم بیمارم، آن وقت تو میگویی بیمار نیستم، مگر تو طبیبی؟ زن گفت دست بردار مرد، این حرفها چیست که میگویی؟ چه کسی گفته است که تو بیماری؟
گفت ای خواجه بیارم آینه تا بدانی که ندارم من گنه. استاد با عصبانیت بر سر زنش فریاد زد آینه بخورد توی سرت، آینه را میخواهم چه کنم، زود برو و جامه خواب مرا زو گستران، تا بخسبم که سر من شد گران. کودکان که دم در ایستاده بودند و به صحبتهای استاد و زنش گوش میدادند در دل خندیدند و خیلی تلاش میکردند که جلوی خندهشان را بگیرند. کودکان وقتی خیالشان راحت شد که استاد در خانه بستری شده است از او خداحافظی کردند. استاد نیز از آنها تشکر کرد که به موقع او را از بیماریش آگاه کردند. پس برون جستند سوی خانه ها همچو مرغان در هوای خانه ها. مثنوی معنوی. خب بریم فصل دوم این کتاب رو ببینیم که با چه داستانی شروع میشه. فصل دوم، قدرت خودباوری و اعتماد به نفس. چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم کردد. حافظ جان. اما داستان اولی که میخوام بخونم براتون اسمش هست من بهترینم. با جمله از آقای آندر متیوس شروع شده. مردم همیشه دنبال کسی میگردن تا تحسینش کنن. آن شخص باید شما باشید. دیوید گست ایونز، سردبیر سابق روزنامه دالاس مورنینگ نیوز، حکایتی درباره فرانک شیمانسکی، سانتر تیم نوتردام در دهه 1940 تعریف می‌کند که برای ادای شهادت به دادگاهی در ساوت بند ایندیانا احضار شده بود. قاضی پرسید آیا امسال در تیم فوتبال نوتردام بازی می‌کنی؟ بله عالی جناب. در کجا بازی می‌کنی؟ سانتر عالی جناب. بازیت چطور است؟ شیمانسکی روی صندلی جابجا شد اما با اطمینان گفت قربان من بهترین سانتری هستم که نوتردام تا به حال داشته است. فرانک لیهی مربی تیم نوتردام که او هم در جلسه دادگاه حضور داشت از شنیدن ادعای شیمانسکی تعجب کرد. شیمانسکی همیشه یک بازیکن متواضع بود. از این رو وقتی جلسه دادگاه به پایان رسید او شیمانسکی را به کناری کشید و از او پرسید چرا چنین حرفی زده است؟ شیمانسکی شرح داد از گفتن این حرف متنفر بودم اما به هر صورت سوگند خورده بودم که در دادگاه حقیقت را بگویم. این کلمات را مرد جوانی به نام کاسیوس کلی قبل از اولین مسابقه بزرگش در مقابل سانی لیتون به خبرنگاران گفته بود. کلماتی که ابتدا آنها را به خنده واداشت اما پس از پیروزیش مورد توجه قرار گرفت. پس از این پیروزی کلی که بعدها خود را علی نامید در همه مسابقات جهانی همواره با شعار معروف من بهترین هستم ظاهر میشد. اما داستان بعدی هست شما حاکم بر سرنوشت خویش هستید. با جمله از برایان تریسی شروع شده. زندگی شما گرانبهاتر و مهمتر از آن است که به شانس و اتفاق واگذار شود. بزرگترین مسئولیت شما در زندگی این است که زمام آینده خود را به دست بگیرید و سرنوشت خود را به شکلی که می‌خواهید رقم بزنید. شما حاکم بر سرنوشت خویش هستید. در بالای تپه‌ای مشرف به شهر زیبای سانتا باربارا پیرمرد خردمندی میزیست که همه او را مرشد ریش سفید مینامیدند. روایت می‌کنند که پیر خردمند می‌توانست به هر پرسشی پاسخ دهد. دو پسر نوجوان تصمیم می‌گیرند نزد پیرمرد رفته و با طرح سوالی او را به اشتباه انداخته و دستپاچه‌اش کنند. آن دو پس از طرح سوالی که احتمال اشتباه در پاسخگویی به آن زیاد بود پرنده کوچکی گرفته و روانه قله می‌شوند. نوجوانی که پرنده در مشتش بود از پیر دانا پرسید ای مرشد می‌توانی بگویی پرنده‌ای که در مشت من هست مرده است یا زنده؟ پیر دانا پسر نوجوان را مخاطب قرار می‌دهد و می‌گوید پسرم اگر بگویم زنده است مشت خود را فشرده و پرنده بینوا را له می‌کنی و اگر بگویم مرده است دستت را باز کرده و پرنده به پرواز خواهد آمد. دستان شما دارای قدرت مرگ و زندگی است.
دستهای شما حاوی بذرهای شکست یا موفقیت است. دستهای شما بسیار قدرتمند است، اما بایستی آنها را در انجام کارهای نیک به کار ببرید. خوشه‌هایی تازه از بذرهای برزگر. اما نام داستان بعدی نابودگر هستش. آدمی توسط خودش آباد یا ویران می شود. نوشته جیمز آلن. کرسوس شاه لودیه تصمیم گرفته بود که به ایرانیان حمله کند. با این حال خواست که با پیشگویان معبد دلفی یونان مشورت کند. پیشگو گفت مقدر شده است که امپراتوری بزرگی به دست تو ویران شود. کرسوس با شادمانی اعلام جنگ کرد. پس از 2 روز نبرد لودیه مغلوب ایرانیان شد. پایتختش به تاراج رفت و کرسوس نیز به اسارت درآمد. او خشمگین از سفیرش خواست تا به یونان برود و به کاهنان معبد دلفی بگوید که پیشگویشان چقدر خطا بوده است. کاهن به سفیر گفت نه، آنکه اشتباه میکرد تو بودی. تو امپراتوری بزرگی را نابود کردی لودیه. نکته: ناپلئون بناپارت در جایی گفته که من در زندگیم یک دوست و یک دشمن بیشتر نداشتم و آن هم خودم بودم. هیچ کس به ما نمیتواند ضربه بزند اگر مراقب و هوشیار باشیم و در زندگی جز خودمان کسی نمیتواند به ما کمک کند و ما را به اوج برساند. در واقع در زندگی دوست نادان و دشمن دانای خویشتنی. نام داستان بعدی کودک درون هستش. دل بی‌طاقتی چون طفل بدخو در بغل دارم. صاحب تبریزی. اگر بچه‌ای 3 ساله را در وسط اتاق بگذاریم و سرش داد بزنیم که خیلی احمق است و هرگز نمیتواند کاری را درست انجام بدهد و این کار را اینطوری باید انجام بدهد و نباید آن کار را بکند و واقعاً که چه آشفته بازاری درست کرده است و چند بار هم کتکش بزنیم، دست آخر با کودکی وحشت زده روبرو میشویم که یا گوشه‌ای کز میکند یا زیر گریه میزند. کودک یکی از این 2 راه را انتخاب میکند و ما نیز هرگز به توانمندی و استعدادهای بالقوه‌اش پی نمیبریم. اما اگر به همین بچه بگوییم که چقدر دوستش داریم، چه زیباست و وجودش تا چه اندازه برایمان مهم و عزیز است و چقدر باهوش و درخشان و دانا و کاردان است و اگر هم اشتباهی بکند کوچکترین مانعی ندارد، زیرا از همین تجربه هاست که چیزی تازه می آموزد و در هر شرایطی دوستش می داریم و به کمکش می شتابیم، آنگاه استعدادهایی که کودک از خود نشان می دهد شما را به حیرت می برد. درون هر یک از ما کودکی 3 ساله هست که بیشتر اوقات سرش داد می زنیم و آنگاه حیرت می کنیم که چرا زندگیمان بر وفق مرادمان نیست. اگر دوستی مداوم از شما انتقاد کند، آیا از حضورش خوشحال می شوید؟ شاید در کودکی اینطور با شما رفتار می شد که البته موجب تأسف است، اما گذشته است و اگر شما بخواهید اکنون نیز با خود چنین رفتار کنید، موجب تأسف بیشتر خواهید بود. حالا فهرستی از پیام‌های منفی دوران کودکی را در برابر خود داریم. آیا این فهرست با آنچه خود شما نقاط ضعف خویش می‌دانید تطبیق می‌کند؟ شاید کم و بیش تطبیق کند. ما داستان زندگیمان را مطابق با پیام‌های اولیه‌ای که دریافت کرده‌ایم می‌نویسیم. همه ما بچه‌های کوچولوی خوبی هستیم و مطیعانه هر آنچه آنها به عنوان حقیقت محض به ما می‌گویند می‌پذیریم. سرزنش پدر و مادر و یک عمر قربانی باقی ماندن بسیار آسان است، اما نه لذتی دارد و نه ما را از تنگنای خود بیرون می‌کشاند. لوئیس هی. در درون هر یک از ما کودکی رویایی است که به آینده شکوهمند عقیده دارد. جاسمین گاری. اما فصل بعدی رو فکر میکنم با 1 یا 2 داستان تمومش میکنیم و کلاً وایس رو به پایان میرسونیم. قدرت مثبت اندیشی. بوی بهبود ز اوضاع جهان میشنوم. حافظ جان. اما داستان اول رو با موهبت‌هایت را بنگر، نه محدودیت‌هایت را شروع می‌کنیم.
با جمله زیبا از صائب تبریزی: تلخی گفتار بر من زندگی را تلخ داشت. لب ز حرف تلخ شستم، غوطه در شکر زدم. امروز در اتوبوس دختری را دیدم با موهای طلایی. به او قبطه خوردم. خیلی بشاش به نظر می رسید. هنگام پیاده شدن در راهروی اتوبوس می لنگید. او فقط یک پا داشت و با عصا راه می رفت. اما هنگام عبور لبخند می زد. اوه خدایا، مرا به خاطر گله هایم ببخش. من 2 پا دارم. دنیا از آن من است. توقف کردم تا آب نبات بخرم. جوانی که آن را می‌فروخت خیلی سرش شلوغ بود. با او صحبت کردم و هنگامی که او را ترک کردم گفت مرسی، شما خیلی مهربان هستید. از صحبت با افرادی مثل شما لذت میبرم. من نابینا هستم. اوه خدایا، مرا به خاطر گله هایم ببخش. من 2 چشم بینا دارم. دنیا از آن من است. مدتی بعد وقتی در طول خیابان پیاده میرفتم، کودکی با چشمان آبی دیدم. ایستاده بود و بازی میکرد. دیگران را تماشا میکرد. لحظه‌ای توقف کردم و گفتم عزیزم، تو چرا با آنها بازی نمی‌کنی؟ بدون آنکه عکس‌العملی نشان دهد روبرو را نگاه میکرد. فهمیدم که او نمیشنود. اوه خدایا، مرا به خاطر گله هایم ببخش. من 2 گوش شنوا دارم. دنیا از آن من است. با پاهایی که مرا به هر کجا میبرد. با چشمانی که میتواند طلوع خورشید را نظاره‌گر باشد. با گوشهایم که چیزهایی را که باید بدانم میشنود. اوه خدایا، مرا به خاطر گله هایم ببخش. من سلامت هستم. دنیا از آن من است. نویسنده آگ ماندینیو. اما آخرین قصه این کتاب رو با راه‌های شاد زیستن تمامش میکنیم. بر سر آنم که گر ز دست برآید، دست به کاری بزنم که غصه سرآید. حافظ جان. در کتاب محیط شناسی ذهن نوشته گرگوری بیستون مکالمه‌ای بین نویسنده و دخترش آمده است. یک روز دختر نزد پدر می رود و سؤال جالبی را مطرح می کند. دختر، پدر، چرا اشیا به راحتی نامرتب می شوند؟ پدر: عزیزم، منظورت از کلمه نامرتب چیست؟ دختر: میدانی پدر، منظورم وقتی است که کامل و منظم نیستند. مثلا میز مرا ببین، همه چیز روی آن ریخته و پاشیده است. یعنی مرتب نیست، در حالی که همین دیشب کلی زحمت کشیدم که آن را مرتب کنم. اما اشیا مرتب باقی نمیمانند و زود نامرتب میشوند. پدر: بگو ببینم وقتی که مرتب است چطور است؟ دختر: هر یک از اشیاء روی میز را روی تاقچه و در جای خودش قرار می‌دهد و میگوید ببین پدر، الان همه چیز مرتب است ولی اینطور باقی نمیماند. خب اگر من آن جعبه را یک وجب جابجا کنم چی میشود؟ نه پدر، نامرتب میشود. تازه باید آن را صاف بگذارم، نه اینطور کج و کوله که تو گذاشتی. اگر مدادت را از این جا مدادی توی آن یکی بگذارم چطور؟ باز هم نظم و ترتیبش به هم میخورد. اگر این کتاب نیم باز باشد چه؟ آن هم یک نوع بی‌نظمی است. بیستون به طرف دخترش برمیگردد و میگوید عزیزم، موضوع این نیست که اشیا به آسانی نامرتب میشوند. موضوع این است که برای نامرتب کردن آنها راه‌های متعددی هست، اما برای مرتب کردن آنها فقط یک راه وجود دارد. اغلب ما برای ایجاد حالات بد در خویش راه‌های فراوانی آفریده‌ایم، ولی برای ایجاد حالات خوب راه‌های اندکی باقی گذاشته‌ایم. 1001 اتفاق باید بیفتد تا احساس شادی کنیم، اما با یک اتفاق کوچک همه چیز را از دست رفته و به هم ریخته فرض می‌کنیم و ناراحت و افسرده می‌شویم. امیدوارم که از داستان‌های این کتاب لذت برده باشید و اگر خوشتون اومده باشه این کتاب رو مطالعه کنید و بخونید و لذت ببرید. این کتاب کلمات قصار داشت که من فرصت نکردم برای شما بخونم، ولی فکر میکنم پیشنهاد خوبی باشه برای اینکه چند ساعتی از وقتتون رو برای خواندن یک کتاب زیبا بگذارید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.